بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستان سوال کرده بودن در مورد تقویت بدن و درمان ضعف بدن. اول باید که بررسی کنیم آیا بدن واقعا ضعیف هست یا نیست، چون بعضی وقت هست بدن ضعیف نیست، جسم ضعیف نیست و بیشتر حالت ضعف روحی هست که غالب میشه بر انسان. اما خب اکثرا و عموما همون ضعف بدن هست. خب این ضعف بدن باز خودش چند تا دلیل میتونه داشته باشه. مثلا یکی هست اشتها نداره، کم اشتهای غذا کم میخوره و چون غذا کم میخوره بدنش ضعیف هست. خب طبیعتا این وقتی که میگیم اشتها نداره این مشکل معده داره. سردی معده باعث میشه که اشتها کم بشه. خب کسایی که اشتهاش کم هست میتونن معدهشون رو تقویت بکنن، حالا با ترکیب یکسان آویشن، زنیان و سیاه دانه. آویشن و زنیان با هم ترکیب میکنن، آسیاب میکنن و سیاه دانه رو حالا بهتره که آسیاب نکنن، باش ترکیب میکنن. یه دارویی میشه، داروی خوبی میشه برای تقویت معده به نام هازوم. اینو اندازه قاشق چایخوری قبل و بعد غذا 10-15 دقیقه قبل و 10-15 دقیقه بعد از غذا بخورن با این مقدار آب جوش ولرم. این کم کم معده رو گرم میکنه و معده رو تقویت میکنه، هم گرم میکنه. یعنی هم سردی معده رو برطرف میکنه. اگر میکروبی وجود داشته باشه توی معده، میکروب که هست، یعنی اینکه فعالیت میکروب بیشتر شده باشه، اون میکروب ها هم ضعیفش میکنه و جایی که مثلا اضافه تر هست از بین میبره. و همین که معده رو تقویت میکنه، پورت های معده رو تقویت میکنه، اسید معده رو تقویت میکنه. خلاصه در کل سیستم معده تاثیر مثبت میذاره. این دارو رو استفاده بکنه، خیلی چیز خوبی هست. اما بعضی وقتا هست که ضعف معده نیست، مثلا ضعف کل بدن هست، طرف اشتها هم داره، غذا هم میخوره، هم بدنش ضعیف هست. اینجا هست که جذب ضعیف شده. این جذب بیشتر وقتا به نظر من برمیگرده به روده ها، یعنی معده کار میکنه، شما غذا خوب میخورین، اما خب خیلی از جذب توسط روده ها انجام میشه. اگر طرف یبوست داشته باشه یا قبضیت داشته باشه، این باعث میشه که غذا درست جذب نشه و هرچی که شما بخورین هیچ فایده ای نداره و همیشه ضعیف هستین. اگر هم چیزی هست باید یبوست برطرف بشه. حالا یبوست به روش‌های مختلف میشه برطرف کرد. بعد اینم بستگی داره که یبوست مزمن باشه یا یبوست حاد باشه یا یبوست عادی باشه. یبوست عادی را با ترکیب 1 واحد سنای مکی و 3 واحد گل محمدی، 1 تا 3 واحد، بعضیا هستن 1 واحد میتونن اضافه کنن، بعضیا تا 3 واحد هم میتونن اضافه کنن گل محمدی یا گل سرخ. این دوتا را با هم دیگه اصلا نیاز به آسیاب کردن نداره، با هم ترکیب میکنن و دمنوش درست میکنن و روزی 2-3 بار میخورن. البته زیاد نباید خورده بشه، چون خود سنای مکی اگر زیاد خورده بشه پرس های معده را شل میکنه و کار میکنه که ضعیف بشه. این ترکیب خوبی هست و دستور خوردنش هم روزی 2-3 بار هست، اما نهایتا 3 روز پشت سر هم دیگه، 3 روز پشت سر هم خوردین. اگر خوب شد که خوب، اگر نشد 3 روز دیگه استراحت بدین، بعد دوباره 3 روز بعدیش شروع بکنه. همین 3 روز باشه، 3 روز استفاده بشه و 3 روز استفاده نشه، باعث میشه که یبوست برطرف بشه. اما اگر یبوست‌های مزمن بود، یعنی یبوستی که شدید هست، یبوست مزمن مثلا هفته 1 بار یا مثلا هفته 2 بار شکمش کار میکنه، این میشه یبوست مزمن. اینا رو که بهتر هست مثلا چیزایی مثل انجیر استفاده میکنن. انجیر از شب تا صبح توی آب جوش میذارن، سرش میبندن و صبح ناشتا استفاده بکنن. این باعث میشه یبوست مزمن هم برطرف. بعد یه خوبی انجیری هست که نیازی نیست که مثلا شما چند روز بخورین چند روز نخورین، نه، میتونین ادامهش بدین تا زمانی که یبوستتون کامل خوب بشه. و اما یبوست‌های حادی که لازم هست به طبیب مراجعه بکنین. بعضی روش‌های دیگه هست که باید اونا رو برطرف بکنن. بعضی وقتا هست که یبوست خودش میتونه به خاطر در رفتن ناف باشه. ناف اگر جابجا شده باشه یبوست ایجاد میکنه. و بعضی وقتا هست اصلا نه، یبوست هم نیست، ضعیفی هست. همین ضعیفی به خاطر جابجایی ناف هست. ناف جابجا شده، به خاطر همین درست غذا هضم نمیشه
و ضعیف هست. بعض وقتا شده که یعنی ضعیفی که طرف 7 سال ضعیفی داشته، بدنش ضعیف بوده، لاغر بوده، هر چی می‌خورده چاق نمی‌شده، بعد آخر سر متوجه شدن که یعنی همه کارا رو انجام دادن، بعد آخر سر پیش طبیب رفتن، متوجه شدن که فقط نافش در رفته، نافش جابجا شده. وقتی ناف دوباره سر جاش آوردن، کم کم حالتش برمیگرده به حالت نرمال و هم اشتهاش بهتر میشه، چون ناف اگر بره اشتها هم کم میشه، هم اشتهاش بهتر میشه و هم که بدنش تقویت میشه. خب این میتونه دلیل دیگه ای باشه. اما اگر مثلا نه نافتون جابجا شده باشه، نه اینکه مثلا یبوست داشته باشین، نه معده‌تون سرد باشه و نه از لحاظ روانی دچار مشکل باشین، یعنی بعضی وقتا هست، حالا مسئله روانی رو گفتیم، بعضی هستن حالا انگیزه ندارن، حس خوبی نسبت به زندگی ندارن، یا افسردگی دارن، مشکل روحی روانی دارن، اینا یا غذا نمیخورن یا اگر غذا بخورن خود این غذا براشون، مثلا کسایی هستن که افسردگی دارن، بعد اشتهایی به غذا ندارن، میلی به غذا ندارن، به اینها خانوادهشون اصرار میکنن که غذا بخورن. خب همین غذا خوردن توی حالت ناراحتی، توی حالت افسردگی، همین غذا باعث میشه که بیماری طرف بیشتر بشه و این غذایی که باید تقویت کنه بدن ضعیف میکنه. توی حالتی که بدن نمیخواد، یعنی شما اشتهایی برای خوردن غذا ندارین، بهتره که غذا خوردن نشه، یعنی اصرار نشه بر اینکه حتما باید غذا بخورین، چون بدن خودش اون چیزی که نیاز داره رو طلب میکنه، چیزی که نیاز نداره هیچ وقت طلب نمیکنه. وقتی که شما میبینید به یک چیزی، به غذایی خیلی شدید علاقه دارین یا دوستش دارین، یعنی بدن اون چیز کم داره، خیلی راحته. هم علم جدید یه حرف میزنه، هم علم قدیم در طب سنتی یه حرف میزنه و کاملا عاقلانه هم از همه شما متوجه میشیم که مثلا خانم هایی که زمان باردار هستن بعد که داره خیلی اشتهاشون میکشن، یعنی همون زمان همون مواد بدنش کم داره، همون چیزهایی که توی این میوه هست یا توی این خوراکی هست تو بدن این خانم کم هست. به خاطر همین گفتیم که اگر دچار مشکلات عصبی روانی هستن، بهتر است که مشکلاتشون اول برطرف بشه، بعد اشتهاشون خوب میشه و بعد اینکه میدونن دوباره به حالت طبیعی برگردن. خب همه اینا رو گفتیم، به یک طرف میرسیم سر اصل مطلبی که هیچ کدوم از اینا نباشه، یعنی یبوست نباشه، مشکل معده نباشه، مشکل عصبی روانی نباشه، همه از اینا اوکی باشه، اما مثلا میگه که هر چی هم غذا رو میخوریم هیچ بنیه من تقویت نمیشه. ببینین غذا بنیه رو تقویت میکنه، اما چه غذایی؟ بعضی غذاها هستن که اسمش غذا فقط شکم رو پر میکنه اما انرژی خاصی نداره. بعضی هستن برعکس، شکم پر نمیکنه اما انرژی خیلی زیاد داره. شما مثلا اگر بخواید از لحاظ انرژی حساب کنین، یک دانه خرما رو شاید اندازه 3 تا نان وطنی یا مثلا 3 تا نان بربری توی ایران قوی هست. مثلا شما یه خرما بخورید مثل که 3 تا نان بربری یا 3 تا نان وطنی خورده باشین. خب خیلی فرق میکنه. یک خرما اینقدر انرژی داره، یک عدد قندی که شما بخورین خیلی انرژی داره. چیزای شیرین به شدت انرژیش بالا هست. بعد و این انرژی باید استفاده بشه. اگر استفاده نشد مادادش توی بدن ذخیره میشن و اگر مثلا شیرینی طبیعی باشه که مثل خرما، مادادش ذخیره میشه، تبدیل به قوا میشه و اگر شیرینی های مصنوعی مثل شکر باشه ذخیره میشه و قند خون شما رو بالا میبره، چون بدن میفهمه که این چیز طبیعی نیست، وارد خونش میکنه که تا خارج کنه در نهایت، و همین که وارد خون شد میگن قند خون شما بالا رفت. خب البته خیلی چیزا وجود داره که شما میتونن انجام بدین و این چیزا رو درست کنین و استفاده کنین، اما حالا ما یه ترکیب میگیم، شما یه ترکیب درست بکنین، خیلی چیز خوبیه. عسل بگیرین. عسلی که داریم میگیم حتما نباید گیر بدیم به این که حتما باید عسل وحشی باشه و فلان باشه و همون باشه، نه. عسل فقط همین که از زنبور آمده باشه، حالا زنبورش میخواد شکر خورده باشه، میخواد گل خورده باشه، هر چی که خورده باشه مهم نیست. هرچند اون چیزی که طبیعتاً توی حیات وحش وجود داره، گل‌های مختلف، ما مطمئناً خیلی بهتره، اما همین که عسل از زنبور به وجود آمده باشه همین برای ما کافی هست. این عسل شما بگیرین، 1 کیلو عسل بگیرین، داخلش چند نوع مغزیجات بگیرین، مثلا مغز بادام بگیرین، مغز گردو رو بگیرین، مغز بادام زمینی، بادام درختی جدا، مثلا هر دوش رو با هم بگیرین، فندق بگیرین،
پسته بگیرین، چند تا مغزجات خیلی خوب و مقوی، اینا رو با هم بگیرین، آسیاب کنین و داخل این عسل 2-3 برابرش عسل، مثلا شما اگر مجموع اینا شد 1 کیلو، 3 کیلو عسل با اینا قاطی کنین، 3 برابرش عسل قاطی کنین و اینا رو توی یک ظرف در وسط بذارین و هر روز صبح ناشتا و شب قبل از خواب بخورین. یک چیزی کلی هست در مورد خوردن دارو و خوردن غذا، این که شما صبح که از خواب بیدار میشین، شکمتان خالی هست، هر چی که میخورین برای اون روزتان مصرف میشه. یعنی صبحانه که شما دارین میخورین برای اون روز هست، یعنی در طول اون روز مصرف میشه. میگیم که غذای صبح ناشتا برای سوختن هست و غذای قبل از خواب برای ساختن. شما اگر قبل از خوابتون این غذایی را بخورین، اون برای ساختن بدن ایتان است. یعنی اگر بیماری داشته باشین اون بیماری رو درمان میکنه، اگر ضعیف باشین او ضعف درمان میکنه. پس یکی صبح ناشتا بخورین، یک قاشقش، یک قاشق دیگه هم شب قبل از خواب میل کنین، این خیلی میتونه مفید باشه. بعد چیزهای مقوی مثل اینه، اگر بتونین بعد از تخلیه ها استفاده کنین خیلی عالی هست. هر نوع تخلیه، ما 4-5 نوع تخلیه داریم، هر نوع تخلیه ها رو که شما داشتین بعدش استفاده بکنین خیلی میتونه مفید باشه. مثلا حجامت کردین، بعد از حجامت کردن شما بیاین از این چیز مقوی استفاده بکنین، خیلی یعنی جذبش چندین برابره. بعد از هر تخلیه جذب چندین برابر میشه. اگر مثلا شما فست کردین، بعدش این چیزی که ترکیبی براتون گفته من مثلا استفاده بکنین، جذبش چندین برابر میشه. اگر مثلا کسایی میرن خون میدن، بعد از خون دادن شما این ترکیب استفاده بکنین، میتونه خیلی براتون مفید باشه. مثلا خانم هایی که باردار هستن بعد از تولد فرزندشون چون خونریزی کردن، اینا استفاده بکنین خیلی خوب هست. خانم ها بعد از عادت ماهوارشون استفاده بکنن، خیلی میتونه، چون تخلیه شدن جذب خیلی بهتر هست. آقایون بعد از ارضای جنسی میتونه استفاده بکنه، خیلی میتونه تقویت کنه. و میگن حالا یه روایتی هم داشتیم که میگفتن که اگر عسل و عنقوزه با هم ترکیب کنین، بعد از مثلا ارضا شدن بین استفاده بکنین، تمام آبی که از بدن رفته اونا رو دوباره آب منی که هست، میگن که عصاره خون هست، یعنی 10 قطره خون شده 1 قطره آب منی و خیلی خون کم میکنه. به خاطر همینم اگر این چیزای مقابل استفاده بکنیم، جایگزینی خون از دست رفته میشه. خیلی وقتا هست که غذاهای ضعیف هست که ما رو ضعیف میکنه. مثلا توی ایران نان لواش هست که هیچ خاصیت جالبی نداره. خیلی غذاها هست که انرژی درستی نداره. برنج مثلا انرژی نداره، که ماکارونی مثلا انرژی نداره که ما ازش توقع داشته باشیم وقتی میخوریم باید تقویت بشیم. حالا کسایی که غذاهای بهتر میخورن، مثلا گوشت میخورن، آبگوشت میخورن، گوشت مرغ نه، گوشتای مقوی تر میخورن، اینا میتونن به تقویت خودشون بیشتر امیدوار باشن. خب این چیزا رو گفتیم، انشالله که استفاده کرده باشین و کسایی هم که سوالی توی این بخشای گفتیم توی ذهنشون آمده میتونن بپرسن سوالایشون، ما انشالله در خدمتتون هستیم. به نظر من تقریبا کامل توضیح دادیم. حالا اگر هم جای دیدین که مثلا شما مورد خاصی بود که هیچ کدوم از این موارد نبود، برای ما پیام بدین، انشالله در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.